سلام. نریندرا مودی صدر اعظم هند میگوید صلحی که از سوی افغانها مورد قبول قرار بگیرد برای هند هم قابل قبول است. آقای مودی امروز در ملاقات با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دهلی جدید در این مورد سخن گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که سربازان باقی مانده آمریکا در افغانستان تا 2 ماه دیگر به کشور خود باز خواهد گشت. اما مقامات روسیه گفتند سخنان ترامپ در مورد خروج سربازان یک شعار انتخاباتی میباشد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار میگوید پاکستان در تورخم برای تجاران افغان مشکلات ایجاد کرده که از اثر آن میوه و سبزیجات در حال خراب شدن است. وزارت زراعت 6 شرکت بسته‌بندی میوه خشک را در هرات تجهیز کرده است. این شرکت‌های پروسس شامل شرکت‌های بسته‌بندی زعفران، پسته و زیره سیاه و سفید است که از سوی نهادهای کمک کننده و سازمان زراعت و خوراک ملل متحد تجهیز و تمویل شده است. و کشور چین یک محموله مواد بهداشتی به ارزش $1 میلیون را به دولت افغانستان مساعد کرد.